کیان باتری. تو این ویدیو می‌خوایم در مورد باتری بسترن B50 صحبت کنیم. با ما همراه باشید. بسترن B50 یکی از سدان‌های تولیدی شرکت فاو چینه که بین سال‌های 1393 تا 1396 در دو مدل با نام‌های بسترن B50 و نسخه قوی‌تر اون با نام بسترن B50F وارد بازار داخلی کشورمون شده. باتری اصلی این خودرو 70 آمپر پایه بلند قطب چپ با قالب 206 که در محفظه موتور قرار گرفته و به دلیل محدودیت در فضای جانمایی باتری از باتری با ظرفیت بالاتری روی این خودرو نمیتونید استفاده کنید. کیان باتری به عنوان نماینده فروش بهترین محصولات تولیدی داخل کشور با توجه به تجربه چندین ساله خود در پخش و نصب باتری در محل مشتری، برند کیان پاور رو به شما توصیه میکنه. کیان پاور تنها باتری تولید شده با تکنولوژی پرمیوم و مناسب خودروهای روز دنیاست. از کجا بفهمیم باتری ماشین خراب شده و یا نیاز به تعویض داره؟ میانگین عمر مفید باتری ماشین 2 سال یا 40,000 کیلومتر که علائمی مثل استارت نخوردن، برق نداشتن پشت آمپر، سنگین استارت خوردن و یا دیر روشن شدن خودرو میتونه از نشونه‌های تموم شدن عمر مفید باتری ماشین باشه. کیان باتری عموم برندهای موجود در کشور رو عرضه میکنه که برای استعلام قیمت محصولات ارائه شده میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید و یا در هر ساعت از شبانه روز حتی روزهای تعطیل با شماره گیری 4 تا 8 4 تا 2 از کارشناسان کیان باتری مشاوره دریافت کنید. بعد از ثبت سفارش همکاران ما در واحد نصب کیان باتری در کمتر از 1 ساعت باتری شما را در محل نصب و تعویض خواهند کرد. ضمناً قبل از نصب باتری سیستم برقی خودروی شما از قبیل دینام و باتری فرسوده مجددا تست میشه و پس از اطمینان از خراب بودن باتری خودروی شما اون رو تعویض خواهیم کرد. کیان باتری اولین ارائه کننده خدمات نصب و تعویض باتری خودرو در محل. بزرگترین ناودان امدادی نصب باتری در ایران. کوتاه‌ترین زمان امداد رسانی سیار. مشاوره مطمئن، پشتیبانی شایسته، خرید با کیفیت. کیان باتری.